سلام بینندگان رادیوی آزادی. به تازگی تحقیقات نو یک دانشمند علوم انسان شناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر شد که تاریخ فرهنگی و مدنی و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. اسم کتاب دنیای زندگی پامیری ها، خاطره ها و گسستگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است. آن را می شود در شبکه های کتاب فروشی مثل آمازون دریافت کرد. تحقیقگر 31 ساله فیونا نعیم میگوید برای انشای این کتاب اینچنین مصاحبه ها با ساکنان ولایت بدخشان را در مرحله تخمینا 2 سال از تیر ماه سال 2021 تا بهار سال 2023 خلاصه کرده است. ما از فیونا نعیم درخواست کردیم که مهمان آزادی باشد و به سوالهای ما پاسخ دهد. سلام فیونا و خوش آمدید به برنامه‌های رادیوی آزادی. نشر کتاب مبارک باشد. واقعا هم یک تحقیق بسیار مفصلی را درباره حیات و فرهنگ، دین و هم تحولات در زندگی مردم بدخشان انجام دادید. چرا از نظر شما موضوع گسستگی ها در تاریخ زندگی مردم این ولایت در مرکز توجه قرار گرفت؟ علیکم السلام. Thank you for having me. I think the ruptures that I discussed. و علیکم سلام. تشکر برای دعوت. موضوع گسستگی هایی که من درباره‌اش صحبت میکنم حتی به دوره پیش از تأسیس اتحادیه شوروی برمیگردد. به زمانی که سال 1895 کمیسیون علامتگذاری مرز پامیر کشیدن خط سرحد را به انجام رسانیده بود. این برای تقسیم حدودی پامیر که ما امروز میدانیم، یعنی در قلمروهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین سبب شد. دوره دیگری از آن هم پیشتر قرن 11 را فرا میگیرد. این زمانی بود که مذهب اسماعیلی در منطقه اصلاحات دید و ناصر خسرو آن زمان با کار مبلغی مشغول شد. اندیشه من این است که این گسستگی ها نه همیشه نقش منفی داشتند، یعنی نه منفی و نه مثبت، بلکه جریان حادثه ها را به جای دیگر به یک آغاز نو تاب دادند. ولی واقعا بعد کشیدن خط سرحد و تأسیس اتحاد شوروی، دو طرف مرز در تاجیکستان و افغانستان در دو سمت مختلف پیش رفتند. یعنی یک راه شوروی بود در حدود تاجیکستان شوروی و اقلیت دینی که با تعقیب روبرو شده است، و افغانستان که آنجا پامیری ها با سرنوشت دیگری روبرو شدند. In the different times in Afghanistan as well. آموزش های شما در ولایت بدخشان به دوره بحران جدی اخیر راست آمد که خود شما آن را حادثه های ناگفتنی می نامید. بگویید شما سالهای 2021 و 2022 در بدخشان چی را شاهد شدید؟ So I call them unspeakable because it's also my own reflection as an anthropologist as well. من این حادثه ها را با اون خاطر ناگفتنی می نامم که از دیدگاه انسانشناسی خودم هم چنین هستند، چون به حیث یک محقق بخصوص در ساحه انسانشناسی گاه با کار و فعالیت های روبرو می شوید که نمیدونید با اون چی نام گذارید یا چگونه توصیفش کنید. من که خودم از تاجیکستان نیستم و آن زمان یک نماینده دانشگاه اروپایی بودم، با این همه حادثه ها یک تجربه کاملا دیگری داشتم. من باید راهی بیان این حادثه ها را در میافتم، ولی این کار را با شکل باید میکردم که اسم و هویت مصاحبانم پنهان ماند و آنها را در حالت خطرناک قرار ندهم. از این رو من آن را با اصطلاح حادثه های ناگفتنی افاده کردم. در یک بخش کتاب من جزئیات این حادثه ها را نشر نمودم، ولی حالا به باور من مردم بیشتر با این منطقه آشنایی دارند و درباره حادثه هایی که گپ میزنیم آگاه هستند. من سالهای 2021، 2022 و 2023 در منطقه بودم، ولی شاهد واقعی آن حادثه های خونین نبودم، چون که آن زمان در دوشنبه قرار داشتم. ولی من با پیامدهای آن حادثه ها روبرو شدم و با دوستانم در منطقه در تماس نزدیک قرار داشتم. از این رو بسیار خوب آگاه هستم که از سر آنها چه مشکلاتی گذشت. بعد نمایش‌های اعتراضی پرخشونت سال 2022 من می‌دیدم که بسیاری ها حبس شدند و یک موج مردان جوان و پیرناپدید می‌شدند. برای من به حیث یک محقق پیدا کردن راه در این وضعیت مشکل بود، چون که به خود من هم این حادثه ها تأثیر عمیق روانی داشتند. از اون خاطر که بسیاری آنهایی را که از این حادثه ها آسیب دیدند شخصا میشناختم. همچون زن هم دشوار بود، چون که بسیار همسران یا مادران مردان برده شده را میشناختم، نه فقط آنهایی را که خادمان حفظ قانون حبس کردند.
آنهایی هم که با نفرانی تحت پیگرد و نظارت شناس بودند با آنها مشورت میشد که فرار کنند. بسیاری ها را میدونم که به روسیه یا اروپا یا جایهای دیگری فرار کردند. بعد من میدیدم که زنهایی که ماندند چه روزگاری سختی داشتند. همین موضوع به باور من پر را بیان نشده است، چون که زنها واقعا هم اذیت شدند. مردها هم به شبهه عذاب کشیدند و خشونت دیدند، ولی زنان تأثیر دراز مدت این خشونت ها را چشیدند، چون ناگهان برخی یگانه نانآور 5 کودک شدند، در حالی که در مدت بعدی عروسی هیچگاه کار نکردند. این مسئله امروز هم خیلی مسئله جدی است. This is a really big issue that we still see in Gabao today, I would say. آیا برای کار و تحقیق شما یگان مانع پیش آمد در حرکت، کار و صحبتتان با مردم و مقامات؟ آیا توانستید آزادانه کار کنید؟ I was extremely lucky compared to colleagues of mine. در مقایسه با بعضی از همکارانم من یک انسانی خوشبختم که تقریبا هیچ مشکلی نداشتم. شاید از اون که با سبب محدودیت ویزا من پیش از اون هیچگاه در تاجیکستان دور و دراز نبودم. من در بین دوشنبه و خروغ زیاد آمد و رفت می کردم. از آنجا به شوغنان و روشان و پرشنیف هم بسیار سفر می کردم. از این پیش من به تاجیکستان در دوره ماجستراتور هم سفر کرده بودم. از این رو عادت هم می کنید. من حالا اینجا می خواهم از کارمندان سفارت آلمان سپاسگزاری کنم، چون که کارمندانشون بسیار کمک می کردند. از سوی دیگر برای آنها هم عجیب بود که یک نفر بعد حادثه های سالهای 2021 و 2022 به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر می کند. برای آنها هم این چیز جالب بود. And all this kind of stuff that was bubbling up, they found it kind of interesting. برگردیم به کتاب شما. دوره اشغالگری های روس ها، انقلاب بلشویکی و ضربه شدید از یک دریا به سرحد سخت و پوشیده تبدیل شدن 5، دور کردن مردم از دسترسی به پیشوای مذهبیشان، جنگ داخلی تاجیکستان و در سالهای 90 دوباره برقرار شدن جماعت و سفر آقا خانیچور به پامیر. تا کجا در جریان این تاریخ تحولات ذهنیت و روحیه مردم در ولایت بدخشان دیگر شد از نظر شما؟ I think that I come from area studies, which is very geographical. من با آموزش منطقه ها مشغولم و مشخصاً با حیات آدمان در مکانهای معین، کشورها و دولت‌های ملی. آن گسستگی هایی که شما گفتید و من در کتابم تصویر کردم، آن را می شود همچون تغییرات ارزیابی کرد. مثلا شما از بازدید آقا خانیچور در سال 1995 یادآور شدید که این یک دوره بسیار تاریک در تاریخ جنگ داخلی هم بود. این سفر امکان کمک رسانی را در شکل خوراک و دیگر یاری‌ها فراهم کرد و در کتاب هم من گفتم که این چیز برای نجات مردم منطقه بسیار یاری رساند. یعنی تغییرات آمد. مثلا در پی این تغییرات جامعه اسماعیلی مذهبی بدخشان در سطح جهانی مطرح شد. حالا ما می‌بینیم که بسیاری ها درباره این منطقه با خبر هستند و مردم این محل هم می‌بینیم که به زبان انگلیسی خوب صحبت می‌کنند. این نمونه یک تغییرات کوچک است که می‌شود از آن نمونه آورد. برای این بی‌شبهه سهم شبکه‌های آژانسی رشد آقاخان مهم است. البته خواهش ارتباط داشتن با آقاخان با دلایل مذهبی هم نقش دارد. For religious reasons as well. درباره تأثیراتتان از چهارخانه پامیری بگویید اکنون که طوری من دریافتم به نظر شما نقش بسیار مهمی در حفظ تاریخ این مردم دارد. Yeah, since the book I've written, I published another paper on this as well. بعد نشر کتاب من درباره چهارخانه پامیری یک مقاله جداگانه هم چاپ کردم. برای من جالب بود که آرکیتکتور آن چگونه است و از کجا می آید. چهارخانه را به زبان شوغنی چید می گویند. بحث وجود دارد که این فرهنگ خانه‌سازی از کجا می آید و بسیاری ها آن را به میراث خانه‌سازی دوران زردشتی ربط می دهند. یک نمونه از میراث ایرانی است، ولی مردم زیاد مطمئن نیستند و بحث این که معنای 5 ستون چی است همچنان ادامه دارد. آنگونه که پیشتر گفتم، ناصر خسرو با کارهای تبلیغات مذهبی اسماعیلی در قرن 11 به منطقه رفت. خودی او اصلا از بلخ است. او مکه را زیارت کرده است و مدت در خلیفت فاطمی ها هم زندگی کرده است. بعد این او با مقصد تبلیغات به منطقه آن وقته آسیای مرکزی می رود. در همان دوره او در پامیر مقیمی می شود. وقتی او به پامیر با مقصد اصلاحات در اسلام می رود، او با خود چند میراث فرهنگی هم می آورد.
یکی از آنها همین شیوه بنیاد خانه است که به آن مضمون از دین اسلام می‌دهد. از این رو 5 ستون خانه چون 5 عضو عائله محمد پیغمبر فهمیده می شود. خود محمد پیغمبر، بعد علی، فاطمه، حسن و حسین. درباره چهارخانه و یا شیفت آن هم بحث می کنند. بعضی ها می گویند یک معنایش این نوری الله است که از طاق خانه وارد شده شما را می بیند. دیگران آن را به دین زردشتی و نیایش به 4 عنصر ربط می دهند. چون از شیفت خانه هم هوا وارد منزل می شود و هم آب هر وقت باران بارید و این آب بر روی آتشی که در خانه افروخته می شود می ریزد و خود خانه در روی زمین جایگیر است و در همین جا یک وصل به وجود می آید. یک چیز بسیار جالب این است که این نمود خانه سازی عصرها پیش ایجاد شده است، ولی تا حال مردم این رمزها را استفاده و قبول دارند و در کارهای دستی مثل خلطه‌دوزی و جواهرات دستی رمزی چهارخانه همیشه وجود دارد. با من یک دوستم همین گونه یک گردنبند تقدیم نمود که چنین رمزی دارد و باور من مردم این رمزها را با اون خاطر به خصوص در تاجیکستان حفظ کردند که در این کشور نه همیشه نشان دادن هویت پامیری به خطر است. به خصوص در سطح مأموری اگر نگاه کنید از لحاظ حقوقی آنها را چون گروه قومی جدا نمی کنند و آنها را تاجیک می نامند و این یک تاریخ پیچیده طولانی دارد. با باور من مردم این رمزها را برای نشان دادن منسوبیت خود استفاده می کنند چون برای گفتن آن شاید نه همیشه خود را راحت حس می کنند. باید بگویم که بدخشان در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است چون این محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده به موضوع نقش آقاخان و آژانسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلوماتگیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری آژانسی رشد مساعدت کرده است. پامیری‌های اسماعیلی تحریک زیادی پیدا کردند. این موضوع را من می‌خواهم در طرح‌های آینده هم باز کنم. در این باره‌ها بعضی‌ها الکی نوشتند، ولی من می‌خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعت کنم. به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می‌برند. To kind of express their belonging to being Pamiri when it's maybe not always comfortable or safe to say it. فیونا، شما زبان تاجیکی و بعد این شغنی رو هم آموختید. این زبان ها رو در کجا آموختید و تا کجا این چیز برای بهتر شناختن مردم در تاجیکستان و هم بدخشان به شما کمک کرده است؟ I have to say I'm very ashamed that I'm not fit to do this interview. من شرمنده‌ام که این مصاحبه را نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زباندانی من بهتر بود. زمان کارم در پامیر به زبان تاجیکی گپ می‌زدم. من تاجیکی را در دانشگاه، در پژوهشگاه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من 3 آموزگاری عالی داشتم که در چندین سمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین می‌کردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزیم. و بعد این به دوشنبه می روید و می فهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ می زنید. من همین رو در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبان‌های دیگر هم از جمله زبان‌های پامیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گوینده شماری بسیار کم می باشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم، ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند بسیار تحمل می‌کردند و یاری می‌دادند. آنگونه که در زیرنویس‌های کتاب هم دیدن ممکن است گاهی مصاحبه‌ها نه با یک بلکه با 3-4 زبان انجام می‌شدند. چون این حالت در تاجیکستان و بیرون از آن هم زیاد دیده می‌شود که وقتی گفتگو مردم یک باره به زبان دیگر می‌گذارند. یعنی فقط به تاجیکی گپ نمی‌زنید، اینچنین به روسی، گاهی با ازبکی هم گپ می‌زنند چون به سرحد ازبکستان نزدیک است. در پامیر هم عیناً همین حالت است. If you're close to the Uzbek border as well, and so in Pamir it's also exactly the case as well. فیونا، تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پره و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست ناخورده هستند؟ I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan.
specifically to do research. باید بگویم که در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده‌ام به موضوع نقش آقاخان و آژانسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلوماتگیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری آژانسی رشد مساعدت کرده است. فامیلی‌های اسماعیلی تحریک زیادی پیدا کردند. این موضوع را من می‌خواهم در طرح‌های آینده‌ام باز کنم. در این باره‌ها بعضی‌ها الکی نوشتند، ولی من می‌خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعه کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می‌برند. And seeing how people specifically move to London and live in diaspora there. پس به شما موفقیت می‌خواهیم. تشکر برای این مصاحبه. فیونا نعیم، دانشمند علوم انسانشناسی از برلین با ما صحبت می‌کردند.